دوستان خودت رو عاقلانه انتخاب کن، چون هم میتونه برات الهام بخش باشه، هم انگیزت رو نابود کنه. همه ما بارها این جمله رو شنیدیم که موفقیت ما معادل متوسط موفقیت افرادی هست که با اونها وقت میگذرونیم. حتی اگر یکی از این افراد که باشون وقت میگذرونیم سمی باشه، به زودی متوجه خواهید شد که چقدر میتونن شما رو عقب نگه دارن. حتی اونها میتونن شما رو تا سطح خودشون پایین بیارند و شما رو به یک فرد سمی تبدیل کنند. همونقدر که سم‌زدایی برای بدن با خودش افزایش بهره‌وری و در نتیجه سلامت جسمانی به همراه داره، با بیرون کردن این افراد از زندگی آرامش خاطر هم نصیبتون خواهد شد. توی این ویدیو به 5 نشونه افراد سمی اشاره کردیم که بعد از مشاهده این ویدیو شما به شناخت هرچه بهتر این افراد دست پیدا خواهید کرد. و در پنجمین و آخرین مورد درباره نشانه دوستانی که باعث میشن شما هیچ وقت پیشرفت نکنید صحبت کردیم. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید تا با این نشونه ها آشنا بشید و خودتون و زندگیتون رو هرچه زودتر نجات بدید. مورد اول، یکی از نشونه های دوستان سمی اینه که دمدمی مزاج هستند. افرادی که 1 دقیقه خوبند و 1 دقیقه بد، 1 دقیقه خوشحال و 1 دقیقه غمگینند و نه شما نه هیچ کس دیگه دلیل این تغییر حالت اونها رو نمیفهمه. معلوم نمیشه از چی خوشحالند و از چی ناراحت. در نتیجه اخم و قیافه عصبانی و خشم و بدرفتاری تنها چیزیه که عاید اطرافیان اونها میشه و از این افراد باید دوری کنید، چون با رفتارهای خودشون باعث ایجاد حال بد در شما میشند. دومین نشونه دوستان سمی اینه که کنترل کننده هستند. این آدم‌ها دیوانه کنترل کردنند و میخوان دیگران مطیعشون باشند. به خودشون اجازه میدن برای دیگران تصمیم بگیرند. باید بدونید راه دادن چنین دوستانی به زندگیتون یک اشتباه بزرگه. چون در صورتی که رفتار اونها رو بپذیرید و اجازه بدید براتون برنامه‌ریزی و تصمیم گیری کنند، اعتماد به نفس، خودکفایی، قدرت و هر صفت مثبتی که در شما وجود داره رشد کافی نخواهد کرد. در نتیجه از زندگی عقب میمونید. قبل از اینکه به سراغ سومین نشونه از دوستان سمی بریم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. سومین دوستان سمی که باید از اونها فاصله بگیرید، افراد حسود هستند. این افراد از اینکه شما در شرایط دشوار باشید خوشحالند و موفقیت شما اونها رو آزار میده. حتما شنیدین که میگن حسود هرگز نیاسود. واقعا همینطوره. حسودها آدم‌هایی نیستن که جای آروم بگیرند و دست روی دست بذارن تا شما پله به پله مدارج ترقی رو طی کنید. اونا همیشه به دنبال خراب کردن شما هستند. بنابراین هیچ وقت امکان دوستی یا شراکت با یک آدم حسود وجود نداره. چهارمین نشونه دوستان سمی اینه که اونها افراد پرحرفی هستند. افرادی هستند که بی‌وقفه حرف میزنند. این افراد به حرف زدن اعتیاد پیدا کردن، به گونه‌ای که ساکت کردنشون خیلی سخته. انقدر پرحرفن که حتی متوجه چهره بی‌علاقه شما برای شنیدن صحبت‌هاشون نمیشن و اصلا به شما اجازه صحبت کردن نمیدن. اونها فقط میخوان شما به حرفاشون گوش بدین و با پرحرفی و صحبت‌های بی‌ارزش وقت با ارزش شما رو میگیرن. پس بهتره از این افراد فاصله بگیرید. قبل از اینکه به سراغ پنجمین نشونه از دوستان سمی بریم و درباره دوستانی که مانع پیشرفت شما میشن صحبت کنیم، تو کامنت ها بگین که شما چه نشونه دیگه ای از این دوستان میشناسید و حتی از تجربیات خودتون که در رابطه با این دوستان داشتین بنویسید. پنجمین نشونه دوستان سمی اینه که اونها آدم‌های عیبجویی هستند. این نوع دوستان هیچ کاری نمی‌کنن جز اینکه ایرادات شما و دیگران رو پیدا کنند. اونها همیشه چشم و گوش تیزی دارن برای دیدن کارهایی که انجام میدید یا شنیدن چیزهایی که میگید
اونها کاری میکنن که نسبت به چیزی که مورد علاقتونه بدترین احساس رو پیدا کنید و با عیب‌جویی باعث میشن که اعتماد به نفس شما برای انجام کار مورد علاقتون کم بشه و در نتیجه مانع رشد و پیشرفت شما میشن. عیب‌جوها به جای درک و یادگیری از افرادی که با اونها تفاوت داره، اونها رو حقیر میشمارند. دوستان عیب‌جو تمایل شما به پرشور بودن و ابراز اون رو خفه میکنند. پس بهتره رابطتون رو با اونها قطع کنید و خودتون باشید. خیلی عالیه! شما تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. شما با دیدن این ویدیو به دانشی برای شناخت افراد سمی رسیدید. یادتون نره که مسئولیت مراقبت از شما اول از همه به عهده خود شماست. با دوری کردن از دوستان سمی از خودتون مراقبت کنید تا هم تعادل زندگیتون به هم نخوره، هم انرژیتون به هدر نره و هم اینکه بتونید مسیر زندگیتون رو با آرامش و راحتی هرچه بیشتر طی کنید. تو ویدیویی که کارتش رو روی صفحه گذاشتم براتون درباره عواملی که اعتماد به نفستون رو نابود میکنه صحبت کردیم. بهتون پیشنهاد میکنم دیدنش رو از دست ندید، چون به نکات جالبی اشاره کردیم.